علی 31 ایران. تو ایران کارم 3 تا کارم انجام میدادم: آرایشگری، بازیگر تئاتر، دیزاینر. خب به خاطر تغییر دینم و چند تا مشکل دیگه که حالا نمیتونم بگم. فامیلی هم که با هم اومدن چیزم، ولی پدر و مادر و برادرام مسلمونم. از ایران تقریبا میشه گفت الان 1 ماه اینجاییم، 2 ماه هم تورا بودیم، 3 ماه. اینجا هم که از یونان تا اینجا هم که خودت یادته دیگه، تو با ما بودی، چون خود من یادم رفته. بگو اینه که دراز کشیده مثل جنازه است. من how he felt at that point of time. He doesn't have any remember in his mind because he get his head in a stone. He gets down. He doesn't have remember that night. About the stone. Yeah. When he woke up, how he felt like. That's you? That when he woke up, how. بگو